فنون و تکنیک‌های مدیریت زمان. مقدمه. در این فصل سعی داریم تا با ارائه کردن فنون و تکنیک‌های رایج در مدیریت زمان و با یاد دادن کلیه موارد لازم در این حوزه نحوه مدیریت کردن درست زمان رو به شما بیاموزیم. تکنیک اول، تکنیک گوجه فرنگی. مقدمه. فرانچسکو چیریلو یه دانشجوی ایتالیایی بود که در دهه 1980 میلادی با یه ساعت گوجه شکل و با بکار بردن خلاقیتش تکنیکی رو ابداع کرد که به پومودورو معروف شده بود. پومودورو به ایتالیایی یعنی گوجه فرنگی. جالبه که این گوجه فرنگی میتونه روند کارتون رو تغییر بده و بازدهی و کاراییتون رو هم زیاد کنه. روش کار. یک کاغذ و خودکار و یه زمانسنج آماده کنید. زمانسنج میتونه یه ساعت معمولی یا تایمر تلفن همراهتون و یا هر چیز دیگه‌ای باشه که بشه زمانو باهاش اندازه گرفت. روش دقیق استفاده از تکنیک پومودورو به این صورته که اول کاری رو که باید انجام بدید در نظر بگیرید. بعد زمانسنج خودتون رو تنظیم کنید که این دقیقه بعد زنگ بزنه. تکنیک پومودورو پیشنهاد میکنه که بهتره زمانسنجتون رو روی 25 دقیقه تنظیم کنید. کار خودتون رو شروع کنید و تا وقتی که ساعت زنگ بزنه ادامه بدید. حالا کار رو متوقف کنید و یه علامت ضرب در روی کاغذ بذارید. یه استراحت کوتاه مثلا 5 دقیقه‌ای به خودتون بدید. حالا 25 دقیقه بعدی رو شروع کنید. بعد از هر 4 بازه زمانی استراحت طولانی تری مثلا 15 تا 30 دقیقه به خودتون بدید. نکات تکمیلی. این تکنیک برای اینکه کمک کنه تا کارو به خوبی انجام بدید از روش‌های مختلفی برای ایجاد انگیزه در شما استفاده میکنه. همچنین با وادار کردنتون به استراحت باعث میشه که هم از جای خودتون برای چند دقیقه بلند شید و هم به ذهنتون یک کمی استراحت بدید تا توانایی خودشو دوباره به دست بیاره. کاری که به صورت پیوسته برای مدت طولانی انجام میگیره معمولاً به بازدهی بیشتر منجر نمیشه و لازمه که وسط کار استراحتی هم به خودتون بدید. به همین دلیله که کلاس‌های درس و دانشگاه و سمینارها و بقیه چیزا چند ساعت پشت سر هم برگزار نمیشن و معمولاً هر 90 دقیقه زمانی برای استراحت و هواخوری در نظر گرفته میشه. در این روش شما 100 دقیقه کار میکنید که تازه هر 25 دقیقه یک بار یه استراحت 5 دقیقه‌ای به خودتون میدید. و همچون میدونید زمان کمی برای انجام کار دارید، 100 دقیقه کار رو بدون اینکه پشت گوش بندازید و به صورت هدفمند و مفید انجام میدید. و بعد فرصت اینو پیدا خواهید کرد که زمان بیشتری به خودتون، بدنتون و مغزتون استراحت بدید. همه اینها کار رو برای شما خوشایندتر میکنه. و وقتی میبینید که کاراتون دارن پشت سر هم انجام میشن، قطعاً حس بهتری پیدا میکنید و اعتماد به نفستونم بیشتر خواهد شد. تکنیک پومودورو در حقیقت یک ابزاره. ابزاری که برای خیلی از کارها عالیه و البته ممکنه تو بعضی کارها تغییر زیادی حاصل نکنه. بهتره که روش کار خودتون رو بررسی کنید و چند بار این تکنیک رو به کار بگیرید و بعد خودتون نتایج رو بسنجید. در طی 1 یا 2 روزی که از این تکنیک برای کارها و یا فعالیت‌های شخصیتون استفاده کردید، احتمالاً در روند پیشرفت کاراتون تفاوت‌های اساسی نسبت به قبل خواهید دید. مهارت کامل پیدا کردن در استفاده از این تکنیک به 7 تا 20 روز استفاده پیوسته نیاز داره. اگر مدیر یک شرکت یا بخشی از اون هستید، میتونید این روش رو به همکارای خودتون هم توضیح بدید تا همه با این روش کار کنید.
اگر فرزندایی دارید میتونید به اونها هم این روش رو یاد بدید تا برای درس خوندن و انجام دادن تکالیف مدرسهشون از اون استفاده کنند. اگر بتونید ساعت گوجه شکلی رو برای خودتون یا فرزندانتون تهیه کنید، کمک بهتری خواهد بود. وجود این ساعت روی میز خودش میتونه محرک خوبی برای استفاده از تکنیک پومودورو باشه. هر پومودورو کامل در 4 بازه 25 دقیقه‌ای به اضافه 3 استراحت 5 دقیقه‌ای، بین اونها به اضافه 30 دقیقه استراحت بعد از این 4 بازه که برابر با 145 دقیقه یا 2 ساعت و 25 دقیقه است انجام میشه. البته زمان استراحت شما بعد از این 4 بازه میتونه 15 دقیقه تا نیم ساعت هم طول بکشه، اما اگر این زمان رو 10 دقیقه در نظر بگیریم اون وقت، اگر از ساعت 6 صبح کارتون رو شروع کنید میتونید تا قبل از ساعت 8:30 1 دور کامل رو تموم کنید. یه دور دیگه از پومودورو رو هم که تموم کنید تازه ساعت شده 11 و میتونید قبل از خوردن نهار برید بیرون و یه قدمی هم بزنید یا میتونید یه کتاب مطالعه کنید. اگه از 8 تا 1 بعد از ظهر کار کنید تا زمان نهار دقیقاً میتونید 2 دور پومودورو کامل رو تموم کنید و تازه 10 دقیقه هم اضافه خواهید داشت. 2 دور پومودورو در 8 بازه زمانی کار میشه و ذهن شما میتونه هر کدوم از اونها رو به عنوان 1 ساعت کاری ببینه. بنابراین تا زمان نهار میتونید 8 بخش کاری رو تموم کنید، در حالی که اگر به طور عادی کار میکردید ممکن بود ذهن شما کل این ساعتها رو فقط 1 بخش تصور کنه و یا اینکه شما مدام داشتید یه سری کارهای متفرقه انجام میدادید. قطعاً با انجام دادن کارهای گفته شده و دیدن نتایج اونها و با خلاقیتی که شما به خرج میدید میتونید استفاده های زیادی رو برای این روش پیدا کنید. تکنیک دوم، تکنیک تایم باکسینگ، روش کار. برای اینکه کاری رو انجام بدیم میتونیم سخت کار کنیم تا کار تموم بشه، یا اینکه اون کار رو به فعالیت‌های کوچکتری تقسیم کنیم و برای هر کدوم از اونا محدوده زمانی مشخصی داشته باشیم. تایم باکسینگ روشیه که بیشتر به وسیله مهندسین نرم افزار استفاده میشه، اما به صورت عمومی به عنوان یک روش مدیریت زمانی هم مطرح شده. یکی از مشکلاتی که خیلی از افراد در مدیریت زمان روزانه‌شون دچار میشن اینه که تصمیم میگیرن کاری رو انجام بدن در حالی که هیچ ایده‌ای برای تخمین زمانی که برای انجام کار نیازه ندارن. این موضوع باعث میشه که شما زمان زیادی رو برای انجام یک کار صرف کنید یا در حین انجام کار تمرکز خودتون رو از دست بدید و در نهایت دچار خستگی بشید. تایم باکسینگ به شما کمک میکنه تا بتونید برای یک کار محدوده‌های زمانی کوتاه‌تری رو تعریف کنید. مثلا برای 30 دقیقه روی کار مشخصی تمرکز کنید و اونو به بهترین نحو ممکن انجام بدید و دوباره برای کار بعدی به همین شکل یک محدوده زمانی دیگه‌ای تعریف کنید و کار رو انجام بدید. این روش برای کسایی هم که دچار اختلال تمرکز یا ADD هستن روش بسیار خوبیه، به این دلیل که با این روش کار میتونن در زمانهای کوتاه میزان تمرکز خودشون رو افزایش بدن. سوالات رایج در مورد این تکنیک: آیا تایم باکسینگ مجموعی از تکنیک هاییه که باید یاد گرفته بشن؟ قطعا نه. تایم باکسینگ به همین سادگیه که توضیح دادم. فقط کافیه کارها رو به ترتیب اولویت مرتب و برای انجام هر کدوم زمان محدودی رو تعیین کنید. آیا برای اجرای روش تایم باکسینگ به ابزار خاصی نیاز است؟ باز هم نه.
اگر شما از اون دسته افراد هستید که وقتی کاری رو انجام میدن توش غرق میشن یا به اصطلاح هایپرفوکاس هستید، بهتر از یک تایمر برای نشون دادن پایان زمان کارتون استفاده کنید. بعضی از افراد وقتی درگیر کاری میشن گذشت زمان رو حس نمی کنن و این ممکنه روی کیفیت کاریشون واقعا تأثیر بذاره. بعضی از کارها تمومی ندارند. آیا تایم باکسینگ برای این کارها مفید است؟ تموم نشدن یک کار ممکنه به خاطر حس کمالگرایی شخص باشه. افراد تو این شرایط از نتیجه کارشون راضی نمیشن و همیشه در حال ادامه دادن اون کارن. تایم باکسینگ کمک میکنه تا اون شخص بتونه برآورد درستی از میزان کاری که در حال انجامش رو داشته باشه و همینطور بتونه اهداف ملموس و دستیافتنی برای کارش تعریف کنه. آیا تایم باکسینگ به خوشحالی آدم کمک میکنه؟ بله، درسته. خیلی از افراد در پایان روز کاریشون وقتی که به نتیجه دلخواهشون نرسن حس بدی پیدا میکنن. تایم باکسینگ به شما کمک میکنه تا در طول روز به دستاوردهایی برسید که پیشرفت خودتون رو خیلی واضح ببینید و در نتیجه شما خوشحال خواهید شد. آیا تایم باکسینگ به افزایش میزان تفریح کمک میکند؟ بله، این روش به شما کمک میکنه تا یک برنامه‌ریزی مناسب برای زمان کاریتون داشته باشید که این برنامه‌ریزی باعث میشه که بیشتر کارهاتون رو که باید انجام میدادید به نتیجه برسونید. در این شرایط شما میتونید با خیال راحت با دوستاتون قرار بذارید، به سینما برید، تو رستوران غذای مورد علاقتون رو بخورید، شنا کنید، پیاده روی کنید، از خوندن اخباری مثل کتک خوردن زن نیکولاس کیج توسط نیکولاس کیج تو تاکسی لذت ببرید. سریال های مورد علاقه خودتون رو دنبال کنید، کتاب بخونید و یا هر کاری که شما بهش میگید تفریح رو انجام بدید. تکنیک سوم GTD یا Getting Things Done. شاید بشه گفت GTD مشهورترین تکنیک مدیریت زمان تو دنیاست. این تکنیک به وسیله دیوید آلن پایه‌گذاری شده. ایده اصلی این تکنیک بر این اساسه که شخص اول باید کارها رو از ذهن خودش خارج کنه و بعد اونا رو ثبت کنه. با این کار ذهن از اینکه دائما یادآوری کنه که چه کارهایی رو باید انجام بده خلاص میشه و در نتیجه میتونه روی کارهای ثبت شده تمرکز کنه. تو روش‌های سنتی مدیریت زمان همه مفهوم‌ها دور محور اولویت بندی میچرخه. اما تو روش GTD برای انجام دادن کارها یک فرایند مشخصی تعریف میشه و طبق این فرایند کارها یک به یک انجام میشن. GTD بر اساس ساده کردن مکانیزم ثبت، کنترل و دریافت تمام اطلاعاتیه که برای انجام یک کار لازمه. در مورد GTD نرم افزارهای زیادی هم برای کامپیوترهای شخصی و هم برای موبایل‌های هوشمند طراحی شده که استفاده از اونا میتونه مفید باشه. درباره GTD جزئیات زیادی وجود داره که به مرور در این باره خواهیم پرداخت. شما میتونید برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به سایت دیوید آلن مراجعه کنید. تکنیک چهارم، تکنیک تمرکز فرانکلین کاوی. در مورد اولویت بندی فعالیت‌ها و ماتریس مدیریت زمان در قسمت روش تهیه برنامه زمانبندی توضیح خواهیم داد. این روش بر طبق اولویت بندی کارها تشکیل شده. به این شکل که کارها رو در یک ماتریس بر اساس اینکه چقدر باید سریع انجام داده بشن طبقه بندی می کنن. این روش رو فرانکلین کاوی پای ریزی کرده و به همین دلیل هم با نام کاوی شناخته میشه. تا حالا بیش از 2 میلیون نفر تو دنیا از این روش استفاده کردن. هدف این روش اینه که با مشخص کردن کارهای کم اهمیت‌تر بیشتر روی فعالیت‌هایی تمرکز بشه که انجام دادنشون
ارزش بیشتری داره. تکنیک پنجم، تکنیک ABCDE برایان تریسی. A. فعالیت‌ها یا اهدافی که برای ما خیلی خیلی مهم هستند و شامل میشه. B. فعالیت‌ها یا اهدافی هستند که برای ما مهمن ولی نه به اندازه A. C. فعالیت‌ها یا اهدافی رو شامل میشه که ما با گذاشتن بخشی از زمانمون در روز از انجام دادنشون لذت میبریم. D. فعالیت‌ها یا اهدافی رو شامل میشه که ما دیگه نباید وقتمون رو براشون صرف کنیم و باید اونا رو به افراد دیگه واگذار کنیم. و E. فعالیت‌ها یا اهدافی هستند که ما با گذاشتن بخشی از زمانمون در روز به اونها از انجام دادنشون لذت نمیبریم. این موارد رو با مثالی بررسی میکنیم. A. همون هدفهای بزرگ زندگیمون هستن که به خاطر بزرگیشون همیشه میترسیم که انجامشون بدیم و در نتیجه هیچ وقت این کارا انجام نمیگیرن. این موضوع باعث میشه که همیشه حسرت انجام ندادن این کارا رو داشته باشیم. B. فعالیت‌ها یا هدفهای کاملا عادی هستن که همیشه خیلی از ما اونا رو تو دستور کار خودمون قرار میدیم. البته غافل از اینکه به اهداف A باید بیشتر توجه شه. ما با انجام این گروه از اهداف فقط خودمون رو راضی میکنیم که بگیم ما هدفهایی داشته و داریم. C. شامل قرار دادن بخشی از وقت روزانه، ماهیانه و سالیانمون میشه که به کارهایی تعلق میگیره که مورد علاقمون هستن و یا میشه از انجام دادنشون لذت ببریم. کارهایی مثل مسافرت، دیدن یه بازی ورزشی مورد علاقه، انجام ورزش مورد علاقه و امثال اینها. D. بعضی موقع‌ها ما بخشی از زمانمون رو صرف فعالیت‌هایی می‌کنیم که ای کاش اونا رو به افراد دیگه واگذار می‌کردیم تا وقت بیشتری برای انجام کارهای بهتر و مهمتر ذخیره می‌شد. E. وقت زیادی که تو خانواده‌ها صرف تماشای تلویزیون میشه همراه با یه برنامه ریزی نادرست باعث از بین رفتن زمان زیادی میشه، در حالی که چیز زیادی هم از این کار به دست نمیاد. حالا با تکنیک‌های گفته شده چطور میتونید برنامه‌ای با زمانبندی درست و صحیح تهیه و ارائه کنید؟ چطور زمان را تقسیم کنیم؟ اولویت بندی چقدر ضروری است و چقدر مفید و مهم است؟ از اونجا که کل زمانی که داریم خیلی کمه، باید هدفها و فعالیتهای مهمترمون رو بشناسیم و وقتمون رو برای اونها صرف کنیم. در مقاطع مختلف، مثلا هر ماه یا هر فصل، باید هدفها رو اولویت بندی کنیم و بر اساس اهمیتشون زمانی رو براشون در نظر بگیریم. یکی از روش‌های ساده و مفید برای اولویت بندی کارها استفاده از ماتریس ضروری مهمه. برای یک بار کارهایی که خیلی فوری و ضروری هستن و شما ناچارید که اونها رو زود انجام بدید رو از بقیه کاراتون جدا کنید. کارهای ضروری همون کارهایی هستن که شما ناچارید تو زمان خیلی کمی انجامشون بدید. مثلا مطالعه کردن یک بخش از کتاب قبل از امتحانتون، انجام دادن بخشی از کارهای عقب افتادتون، تعمیر ماشین و یا پرداخت قرض‌هایی که موعد تحویلشون گذشته. دوباره کارهای مفید و مهمتون رو از کارهای غیر مفید جدا کنید. اینجا منظور از کارهای مفید و مهم کارهایی هستند که به پیشرفت فردی و اجتماعی شما کمک میکنن. مثلا شرکت کردن تو کلاس زبان، یاد گرفتن موسیقی، مطالعه های شخصی و یا هر کاری که به نوعی سرمایه گذاری برای پیشرفت شخصیتون محسوب میشه. با جدا کردن کارهای ضروری و فوری از کارهای غیر ضروری و همینطور طبقه بندی کردن امور به کارهای مفید، مهم و کارهای غیر مهم، 4 دسته فعالیت خواهید داشت.
لازم میزان وقت گذاری برای این 4 دسته متفاوت باشه. ضروری، فوری بودن، مهم، مفید بودن. ضروری و مهم، کارهای حیاتی. هرچه زودتر انجامشون بدید تا میتونید کمترشون کنید. غیر ضروری و مهم، کلید پیشرفت شما. با برنامه‌ریزی برای این کارها هرچه بیشتر وقت بذارید. ضروری و غیر مهم، مشکلات روزمره. حداقل زمان ممکن رو به این کارها اختصاص بدید. غیر ضروری و غیر مهم، ترمز موفقیت. از انجام اونها اجتناب کنید یا سریع انجامشون بدید. جدول زمانی و برنامه شخصی. چطور زمان را تقسیم کنیم؟ بعد از اینکه اولویت‌ها رو تعیین کردیم، حالا نوبت اینه که برای فعالیت‌های روزانمون برنامه‌ای درست کنیم تا وقتی که هر روز صبح به زندگی سلام کردیم بدونیم که چه کارهایی برای انجام دادن داریم. دقتی که برای درست کردن این برنامه دارید با توجه به روحیه شما میتونه فرق کنه. برای مثال اگر عادت ندارید که برنامه ساعت به ساعت و خیلی دقیقی داشته باشید، واحد زمانتون رو نصف روز در نظر بگیرید. به فرض برای شایان مطالعه زبان انگلیسی تو دسته مهم و غیر فوری یا همون کلید پیشرفت قرار داره. اون تصمیم گرفته هر هفته نصف روز و زبان بخونه و با توجه به برنامه کارایی که داره این زمان رو معمولاً جمعه ها و گاهی هم عصر پنجشنبه ها در نظر گرفته. شما اگه به برنامه خیلی منظم عادت ندارید به خودتون سخت نگیرید. قرار نیست که ساعت به ساعت رو با برنامه باشید. روزا رو به 2 یا 3 قسمت تقسیم کنید و وقت مشخصی رو برای کارهایی که اولویت بیشتری دارن در نظر بگیرید. این روش کم کم شما رو منظم خواهد کرد. اگه به نظم زیاد عادت دارید، برنامه‌ای درست کنید که مشخص کنه برای هر روز هفته از صبح تا شب چه انتظاری از خودتون دارید. برای هر روزتون کارهای مشخصی رو اختصاص بدید و برنامه خوبی برای خودتون درست کنید. یه ستون خالی هم بذارید تا زمان واقعی رو که صرف کردید در اون بنویسید. ممکنه تو هفته‌های اول زمان واقعی از برنامه مطلوبتون کمتر باشه. نگران نشید. با تکنیک‌های 2 بخش بعدی مقاله بازدهی شما به مرور بهتر و بهتر میشه. شایان هر 4 ساعت رو یک واحد زمان در نظر گرفت و برای هر روزش جدول زیرو درست کرد. بخشی از زمان صرفه‌جویی شده را به خودمان هدیه کنیم. اگر مدیریت زمان به شما کمک کرد و تونستید بخشی از زمان هفته‌تون رو آزاد کنید، حتما قسمتی از اون زمان رو به خودتون هدیه بدید. خیلی از ما منتظریم که فرصتی پیش بیاد که مسئولیت خاصی نداشته باشیم تا بتونیم چند روزی رو هم با خودمون وقت بگذرونیم و به آینده و هدفهایی که دوست داریم فکر کنیم. اگر برنامه مدیریت زمان براتون مفید بود، چند ساعت در ماه رو با نام هدیه‌ای به خودم در برنامه‌تون بذارید و حداقل ماهی 1 بار فکرها و ایده‌هاتون رو انجام بدید. مثلا پدر و مادرتون رو به شام یا نهار دعوت کنید. کتابی که دوست دارید رو بخونید. فیلم مورد علاقتون رو ببینید یا موسیقی مورد علاقتون رو بشنوید و یا به دوست قدیمیتون سر بزنید. نحوه تهیه برنامه زمانبندی. معمولاً چقدر وقت آزاد دارید؟ چقدر زمان به کارهای مورد علاقتون اختصاص میدید؟
آیا از حجم زیاد کارها احساس فشار و استرس دارید؟ هممون علاقه داریم تا لحظه های آخر کارامون استرس نگیریم. زمانو به بهترین شکل ممکن مدیریت کنیم. برای خودمون و خانواده‌مون فرصت کافی داشته باشیم و کارایی انجام بدیم که برای آیندهمون مفید باشن. معمولا اون چیزی که مدیریت زمانو برامون سخت میکنه آشنا نبودن با روشی اصولی و سیستماتیکه. 1. از زمانمون چطور استفاده کنیم؟ یا ارزیابی وضعیت فعلیمون چطوره؟ 2. به یاد داشته باشید که نحوه مدیریت و استفاده ما از زمان بخشی از عادتهای ما شده. به همین دلیل تغییر اون به حوصله و زمان نیاز داره. برای شروع خوبه یه نگاهی به خودمون کنیم و ببینیم چطور داریم از زمانمون استفاده میکنیم. برای این کار جدولی مثل شکل زیر درست کنید و به مدت 1 هفته در اون فعالیت‌های روزانه‌تون رو خیلی خلاصه بنویسید و بعد ببینید که در پایان روز چند ساعت کار کردید و چقدر برای خانواده، تفریح و یادگیری زمان گذاشتید. برای اینکه چیزایی رو که نوشتید به خوبی تحلیل کنید، زمانهایی رو که برای کارهای مختلف در طول هفته گذاشتید رو جمع کنید. مثلا شایان جدول زیر رو برای تحلیل کردن مدیریت زمانش درست کرده. شایان بعد از اینکه جدول رو کامل کرد فهمید که زمان مفیدی که در روز برای کارهای شرکت گذاشته تقریباً 7 تا 8 ساعته و تعجب کرد که وقت زیادی به مواردی مثل ترافیک، صحبت کردن با دوستاش، اینترنت و تلویزیون گذاشته که عملاً براش مفید نبودن. شما هم 1 هفته کارهایی رو که انجام میدید بنویسید و در آخر ببینید که چقدر برای فعالیت‌های مختلف وقت گذاشتید. حالا برای تحلیل کردن مهارت مدیریت زمانتون به این سوالات جواب بدید. آیا اون مقدار وقتی که برای هر یک از کاراتون صرف میکنید مطابق با برنامه و انتظار شما هست؟ آیا هر کدوم از کاراتون رو تو زمان مناسبی از شبانه روز انجام میدید؟ مثلا صبح وقت زیادی رو برای اینترنت و صحبت کردن با دوستاتون میذارید و در نتیجه عصرها مجبورید که بیشتر کار کنید؟ آیا فعالیتی هست که بشه با اثر بخشی بیشتر، سرعت بالاتر، ساده‌تر و با جزئیات کمتر انجام بدید؟ آیا عوامل مزاحمی وجود داره؟ کارهای بیفایده چقدر زمان شما رو میگیرن و چطور میتونید این فعالیت‌ها رو کم کنید؟